خوب گذراندن مسابقه ها در اینجا عموما ممکن نیست. حالت ورزشکار نه اونقدر خوب است. نه این ولسپید خودم خریدم. 2 سال میشد که مشق میکنم. راندن ولسپید هم یک کیفیتی هم دارد. واقعا هم خیلی بود ولسپید نرانده بودم. راندن ولسپید هم یک کیفیتی هم دارد که ناگفتنی. و حالا ما در مکتب مهارت عالی ورزشی شعبه ولسپیدرانی ولایت سوخت قرار داریم. اصلا این مکتب سالهای 72 عصر گذشته به فعالیت شروع کرده است و در این دوره ها البته تغییرات های زیادی در این مکتب به وجود آمده است و در اینجا چنانکه که مشاهده میکنیم چندی از ورزشکاران مشغول تمرین هستند و امروز میخواهیم که راجع به فعالیت همین مکتب دخل کنیم. فعالیت خوب است. تمرین کرده ایستاده ایم. نو بسته از اون که پاندمیه، لیکن ما تمرینمون رو دوام داده ایستاده ایم. سرمربی دسته جوانان ولایت سوخت اوید با ولسپیدرانی جلال رحیموف هر سحر و بیگاه در میدانچه ولسپیدرانی این مکتب با شاگردانش تمرین می‌گذراند. چقدر ورزشکار است؟ ورزشکار و مربی در این مکتب فعالیت؟ شخصا من خودم 2 گروهی مشقی ورزشی دارم که هر یکی آنها 12 نفری، یعنی 24 نفر ورزشکار دارم. و غیر از من باز یک مربی هستم و شخصا 24 نفر ورزشکار دارم. با غیر از اینها ما با گروه های ذخیروی داریم که کودکان نورسانی خردسال سن 10-12 ساله تمرین میکنم تا که آماده باشم به گروه اساسی گذاشتن. رحیم جان امینوف 4 سال است که مشق ولسپیدرانی میکند. به این نمودی ورزش با توصیه یکی از رفیقان نزدیکش آمده است. حالا او دانشجوی کالج تربیت جسمانی شهر بوستان می باشد. سبب با این ورزش آمدن من بود که یک جوره نزدیکی من گفته بودم یعنی خیلی ورزش هست. ما و یک گفتم بیا رویم و کنیم. من اونجا مشق میکنم، مشق تمرین میکنم. خط اول آماده بودم. مسابقه جمهوری در شطرنج مسابقه جمهوری بود. جای اول رو اشغال نمودم. با همین ولایت سوخت با مسابقه جمهوری جای 3 ما گرفت و اشغال نمودم. حاضرش به باز مسابقه در پیش است، همه تیاری دیدیم کرده. با سلطان برهانوف وقتی هم صحبت شدیم که الکی شام میرسید. وی به مشق این نمودی ورزش 2 سال پیش شروع کرده است. من در همین ورزش 2 سال میشد که مشق میکنم. در همین 2 سال در چند مرتبه مسابقه اشتراک کردم. در دوشنبه، خوجند، ولایت ختلان، در بین نورسان جای یکم دیوم رو اشغال نمودم. نورسایی ولسپیدها و مواد تعمیری آن یکی از مشکلات اساسی این مکتب به شمار می رود. قسمی از ولسپیدها را خودی بچه ها خریداری کرده
به اینجا برای تمرین کردن می آیند. گوییم که کار بکمبودی نمی شود، مشکلات ها زیادند. البته ما دسترسی به ولسپید های مخصوصی که در ولایت میرانند نداریم، چون که همه ولسپید هایی که در ما هست عین زمان از دوره شوروی باقی مانده است. تمام اون تجهیزات ها فرسوده شدند، به استانداردهای حاضر بین المللی و جهانی مطابقت نمی‌کنند ولسپید ها. از سبب همین هم ما مجبور میشیم که با ولسپید های شاهراه در میدان ولسپیدرانی ولایت مشق کنیم. یعنی ولسپید شاهراه یعنی چی؟ فرقیت ولسپید شاهراه از ولسپید ترک، ورزشی ترک در آن است که ولسپید ترکی مثالی ولسپید شوروی اورال هست که همون برین، لیکن ترمز بی ترمزند آنها. شاهراه باشد بسیار از پدال وقتی که با قوه جسمانی پای با پشت زیر میکنیم آنها آهسته آهسته ترمز میشوند. ولسپیدهای شاهراه باشند یک چند اسکورس دارند، در پیشش دو تا اسکورس دارند، در قفاش از 7 تا سرکده تا 11 تا اسکورس دارند و آنها ترمز دارند. فرقیتشان بسیار است بین این ولسپیدها. آنها وزن‌تر هستند به نسبت ولسپیدهای ترک بگیریم، اگر آنها وزن‌تر هستند شاهراه. رحیم جان امینوف مخصوص برای تمرین این نمودی ورزش خودش ولسپید خریده است. برای اشتراک کردن در مسابقه ها با ولسپید خودش می رود. نه این ولسپید خودم خریدم. این 1600 همه جا نفت کار میکند. 2 ماه میشه خرید. در مکتب این زمان 15 عدد ولسپیدهای ترکوی داریم و 15 عدد ولسپیدهای شاهراه داریم. برای مسابقه گذراندن مگر همین کافی است؟ نه، چون که خیلی که گفتم دو گروهی ورزشی دارم که هر دو از 12 نفری عبارت هستند. ما مجبور میشویم که گروه یکم رو مشقشان تمام کرده همون ولسپیدهایی که داریم گروه دوم با اون رانند. اصلا چونی ممکن نیست، باید هر یک ورزشکار الهیده خودش ولسپید داشته باشد. هر یک ورزشکاری که مثلا در شاهراه مشق میکند، خود در ترک خود در شاهراه حداقل یک عددی ولسپید داشته باشند. ورزشکارانی که مخصوص در رویه ترک مشق میکنند آنها هم ولسپید شاهراه هم ولسپید ترک داشته باشند، چون که مشق‌های مخصوص هست که برای آنها با ولسپید شاهراه در کوچه ها در موضع‌های گوناگون منطقه‌های کوهی آنها با ولسپید شاهراه باید مشق کنند برای سرعت‌ناکی و برای قوت‌ناکی خودشون رو بلند کردن. ورزشکارا خودشون هم می‌خرند. البته اون ورزشکارایی که امکانیت دارن پدر و مادرشون ولسپید خریده میتونن خریداری کرده. چقدر قیمت داره؟ ولسپیدهای ورزشی شاهراه ارزشش از $500 ایالات متحده آمریکا آغاز می شود، لیکن ما ولسپیدهای شاهراه استفاده شده هم میگیریم از جمهوری کره گرفته می‌آیند صاحب کارو با ارزشی $200 ایالات متحده آمریکا $300. خب میدان تمرینگاه همین مکتب که ولسپیدران‌ها در اینجا تمرین میکنند، همین میدان سال 1973 دمی که همین مکتب به فعالیت شروع کرده است به استفاده داده شده است. تا این مدت بعضی مثلا تعمیرهای جزئی در اینجا شدند، ولی در اصل همون چیزی که قبلا بود مانده است و طوری که به این میدان نظر میکنیم علفهای گوناگون این میدان رو پخش کرده و تا اندازه تمرین کردن در اینجا خب غیر امکان هم هست و گذراندن مسابقه ها در اینجا عموما ممکن نیست. در دوره شوروی بسیار کارگر داشت، یعنی شتات ها بود مخصوص برای همین نگاهبینی ولایت. عین زمان همه آن شتات ها نیستند،
سبب همین یکم سبب همین هم هست. بعد دوم سببش همین که اینجا که درباره دریا هست، دریای سیر نمناکیش بلند عصبی هم تیز علفها از کبوت اسفالت زده برآمده میستند. لیکن وقتی که ما مسابقه های جمهوری ولایتی میگذاریم پیش از آغاز مسابقه ها یک ماه پیش اینها تمام علفها رو درآ کرده تازه میکنند اینجا رو، لیکن باز میبراید. بار آخر سال گذشته یعنی سال 2019 اینجا قسمان تمرین شده بود. من این دیوار تختهایی که گرداگردی ورزشگاه هست رنگوبار کرده شد و تختهایی که فرسوده شده بودن از نو کرده شده است و من این خطایی که در میدان ترک هست خط سیاه و سرخ و سفید اینا از نو رنگ کرده شد، چون که خیلی باز رنگ کرده نشده بود، چون که اینا باید با چشم بینا باشند. لیکن تعمیر کپیتالی رو ندیده است. نه تعمیر کپیتالی رو ندیده است. همین گرداگرد همین ورزشگاه چقدر مساحت داره؟ خط سیاه از خط سیاه اگر گیریم اینجا 333 یا از 133 متر است، یعنی که 333 متر از 133 متر است. طرف بالایش 400 متر زیادتر، لیکن این میدان رو با همین خط سیاه حساب میکنم. دورش چند خط پایانی سیاه که حساب میکنم مساحتش چقدر است. تعمیر میشه این به هر حال چه؟ سال 2015 با نقشه گرفته بودم برای از نو تجدید کنی همین انشاءات، لیکن نمیدونم چی سبب باشد که نقشه های آنها عملی نگشت. معلوم است که با سبب بیماری کووید 19 مسابقه ها خیلی کم گذرانیده می شوند. ورزشکاران این نماد عادتاً در ماراتن های عمومی اشتراک می کنند. درباره اشتراکشان در مسابقه های بین المللی حالا حاجتی گپ نیست. بابام چمپیون بودن، بابام شیرین سمیجان دوری اتحاد شوروی در مسابقه اشتراک میکردن، شاگردانشان بودن. بابام سبب شد همین سپورت رو معقول کردن. مسابقه ها چیه؟ مسابقه ها میگذارن از این؟ بله، در اینجا مسابقه های ولایتی و سطحی جمهوری برگزار می شود. مسابقه های بین المللی افسوس که ما در اینجا گذرانده نمیتوانیم، چون که حالت ورزشکار نه آنقدر خوب است، چون که باید کمتر از نو تجهیز کرده شود اینجا برای که با استانداردهای جهانی مطابقت شود. از نو تجهیز کرده باید شود. چمپیون تاجیکستان شوم، میخوام که پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم. نیت داریم که در آینده چمپیون های آسیا و چمپیون های جهان رو تیار نماییم و از طرفی مقامات اجرایی حکومت دولت ولایت سوخت سال از سال دستگیری ها بهتر شده ایستاده است، این مخصوص برای این نمودی ورزش، چون که محترم رئیس ولایت سوخت اعتباری مخصوص برای همین نمودی ورزش داده ایستاده‌اند. تشکر برای رحیم جان امینوف می‌خواهد که کالج تربیت جسمانی شهر بوستان را به اتمام رسانیده از این نمودی ورزش هنر خود را صیقل بدهد تا به مسابقه های بین المللی رود. طولی 4 سال میشه مشق تمرین مینمایم. معقول شده که همین نمودی ورزش. نیت من همین که همین مسابقه
осиёба иштирок карда ҷои намоёна ишғол намудам.